برکت همون سحره. پیامبر میگه من صلی صلات صبح فهو فی ذمة الله. کسی اگر ببینید سحر میخیزد، بر وقت میخیزد، بامداد چه میخواند، اگر همون روز همین آدم از دنیا پدرود بگرد، همین دنیا را ترک کند، او به ذمه ما هست. یعنی انشاءالله نجات او وعده شید است. من صلی بردین دخل الجنه. پیامبر گرامی در اینجا هم اشاره با همین صبح کردن. کسی ادا کننده نماز صبح باشد او داخل جنت است. و حدیث ها داری میگه اللهم بارک لی امتی فی بکورها. ایرا هم امام ترمذی و ابو داود و مقصد روایت کردن. این چی میگه پیامبرمون؟ اللهم بارک لی امتی فی بکورها. خدایا در همین صبحی که آغاز می شود برای امت من برکت همون سحر نصیب گردان، از برکت سحر نصیب شون گردان. و یک حدیثی اگر چند حدیث بعضی هاش اگر ضعیف هم باشن، ولی مقصد برادرای عزیز ما او را در احکام استفاده نمیبریم، در باب فضایل استفاده بردنشان درسته. میگه یک بار پیامبر ما خانه فاطمه آمد، فاطمه دخترش خواب بودن، حضرت میگه جون باندن داشت، بیدارش کردن. گفت فاطمه چرا؟ گفت در این وقت خوابی؟ تو نمیدانی که در این قسم سحر مقصد بیداری تو لازمه که الله مهربان هر کسی در این ساعت بیدار باشد ریسک او را زیاد میکنه. برای همین برادرها و خواهرای خیلی گرامی، از همه شما منم خواهش شما همینه که سحرخیز باشید، بروقتخیز باشید. ببینید در سحرخیزتن، در بروقتخیزتن برکت بوده است. وقتی من در حدیثا خواندم در صبح دویدن تمامی همون آشپزایی که در جنتن برای جنتی ها یکم خوراک اولی را که برای اونها مقصد تأمین میکنن در قسم صبح بوده است. وقتی همون سحر ده برای اینها که اصلا اینها نفرهایی بودن که در دنیا از قسم سحر میخیستن، برای در قسم سحر ملائکه های در جنت برای اینها طعام میارن. ما در قرآن حتی بینین الله مهربان قسم میکند والفجر ولیال عشر، قسم بر بامداد. حتی پیامبر ما به صبح بین بر روشن شدن آسمان به اول روز که صبح هست الله قسم خورد، قسم بر فجر، قسم بر صبح، قسم بر اول روز. حتی در حدیث ها خواندم که پیامبرمان اگر یک جای جهاد می رفتن حتما عسکرش در از قسم صبح روان همون معرکه می شیدن. برای همین بسیار در این مسئله احتیاط کنین. همین لحظه و همین ساعت مقصد ای دست نتین. خدا خواهد برای شما بسیار خوب خیره. من در ماهای رمضانم حدیث می خواندیم که تسحروا فإن فی السحور برکه. پیامبر میگه سحرخیزی کنین، سحر خورک کنین، زیرا در سحرخیزی، در سحر خورک خوردن برکه. حضرت میگه برکت است. شما میدونید که وقتی صبح میدمیده است خانه ای که اگر بر وقت میخیزند میخیزند، خانه های بر وقت میخیزگی الحمدلله رب العالمین. اگه در سکسیه ها مشکل ایرا من گارانتیا نمیتونم، لیکن در همین خانه هایی که ما زندگی میکنیم، در همین مقصد زمینی هایی که ما زندگی میکنیم، همین صبح دمیدن در الله که مردم هم میبینی مقصد پای آبگیری شای، پای پشت خانه شای رفتن های، بعضی هاش مثال مسجد رفتیستن. یعنی سحرخیزی در مردمی که حتی در همین دیهات ها و قشلاق ها و خانه های زمینی زندگی میکنن، علخصوص که ما در همین محلهایی که زندگی داریم در اینجا مردم سحرخیز بسیار هست. برای همین انشاءالله هر کسی که میخیزد همون درک شادی میگم ملائکه های رحمت، ملائکه های خیر وارد خانه میشیدن. لیکن دری که اگر پوشیده باشه و مردم همه خواب تا آفتاب برآمدن
اونجا دیگه نه دری رحمت های، نه دری ریسک های، نه داخل شدن ملائکه ها های. برای همین دائم دیدین که پیشتره های ما مردم بر وقت بیدار میکردن، خیزین ای خوابتان، مقصد کدامش به نماز، کدامش به تازگی و کدامش به یک پخت و پز و به هر چی دلالت میکردن. برای همین مشغول بودن انشاءالله در قسم صحت بسیار